این بیمارین رسایی کسی گرفتار شدن. نه زمین نه یردم کردن ده حق نداره. چه خیلی که رفتید هم خیلی زندگی کردن گیرید. ولی سلامتی محمد رسول برقرار نگشت. ولادار شدم و هم معیوب بود. در جای کار کند و مادری مشتی پرش رو در 6 سالگیش پوچشون شکستک. مراجعتی محمد رسول نامجوان 23 ساله معیوب که سالیانی زیاد در جایگاه بیماری خوب است و از بیماری نورسایی کلسی اذیت میکشد ما را وادار نمود که یک مرتبه از حال و از زندگی این نفر باخبر گردیم. برای باخبر گشتن ما کارمندان سامانه عائله این شام مهمان خانواده محمد رسول گشتیم. بیاید یک جای درد ایشان را از زبان خودش بشنویم. محمد رسول هنوز 23 سال دارد، ولی از زمانی که راهگردان گشت همیشه خود را با دست و پای شکسته در جایگاه بیماری میدید. دکتران در ارگانیسم او نورسایی کلسی را معاینه کرده بارها جراحی نمودند، ولی سلامتی محمد رسول برقرار نگشت. او زیاد میخواهد مثل همسالانش در جای کار کند و مادری مشتی پرش را از عذاب زنده جدایی و بیخانگی و دربدری نجات دهد، اما امکانیت ندارد زیرا معیوبی روی جوگه شده است و ناامید از این حیات. برای توبت این جوان آرزوخواه مبلغی کلان لازم است. جراحی دیگری نیز او را در پیش است، ولی یگانه امیدش ما و شمایم تماشابینان عزیز. من مجید محمد رسول سال تعهد مزان سلامتی اینها 24 ساله هستم. نمی از سن 5 سالگی است این بیمارین رسایی کلسی گرفتار شدن. استخوان و کلسی ندارن، بسیار بی‌قوتن، در حالت زود میشکنن. همین حالت قرار داریم. پاچه‌ام شکست، هم دستم شکست. بردیم اپراسیون کردیم. خیلی کمک هم خیلی بیمار. دکترها گفتن که ما خودمون خیلی چنین زود است کمک میکنیم. در کدام بیمارخانه رفتید؟ قرابالو چهارم کورپستا شعبه شکست زبان بود. همجا در دکتر خودم بکردن گفت کمک میکنیم چنین زود است. همراه خیلی اپراسیون چکردن، کمک کردن، آهن موندن. اینه حالت که حضرش داد. اینه جواب دادن 2 ماه، اینه 3 ماه شده است که ما در این حالت خواهیم برای بهبودی هست؟ ها، حضرش داد. کم میجمه خسته شدن سوستا یاد گرفته. که طول 2 ماه دمو بیمارخانه خواب بودیم. عموما چی میدم ممکن نبود. همه خراجاتی که در بیمارخانه مصرف شد از کدام حساب بود؟ حساب اینمی خشت برای جمع کردم. بعد دکترها چون چی کردن کمک کردن تا که خیلی وضعیت شما بدتره برای این سبب یاردم کردن. من مجید و حواسمو میشم. مادری تنها هستم. خودم معیوب گروهی 2 هستم. سالی 1996 من ولادار شدم. او هم معیوب بود. زن و شوهر همگی 3 سال زندگی کردیم. زندگیمون اونقدر نغز نگذشت. سوی بیا فرزند شدیم. محمد جون به دنیا اومد. زندگیمون اینقدر نگذشت. نفهمی او شد. همین خیلی ما جدا شدیم. بعد من به خونه پدر وقتی که محمد جون 2 ساله برگشتم اومدم خیلی کوشش میکردم که کنم یک هنری کنم و زندگی خودم رو پیش برم. همین خیلی تقدیر بود است. 20 سال میشود که من محمد جون قطعی مثل خونه نداریم، جای زیستی انیق نداریم، سرسون و سرگردون هستم. محمد جون من همین که ای 5 سالگیش معیوب شدم. ای 5 سالگیش همین درد پوچشون پیدا شد. من به دکتر مراجعت کردم. گفتن که نورسایی کلسی داره، کوشش کنید که استخوانش نشکنه، توبت کنید. خیلی چنین افتادیم توبت کردم. لیکن در 6 سالگیش پوچشون شکستک. وقتی که شکست هر سال همین پوچه 8 بار شکست.
یک سال پس میشکست. 3 سالی در روز قریب راه نگشت. غلطی در مکتب رونی پشت 3 بار شکست. ایره گردیم مون. من بعد رفتم به قربال دکتر در مراجعت کردم که همین حالت هست بوده که من قریب 2 سال شد که راه نمیگردد. ارو بچه قطعی هم هوچ کده او را من شنونده نمیتونم. در جوگه هسته خیلی کمک کنید. بعد من گفتن که ما همین کمک کده میتونیم که علاجش که هم اپیراکسه میکنیم. استخونش در پلاستین که میزنیم. من به ایری زشتم یک سال اول پوچه کسی بر شکسته بود. ایرانش اول او رو چی کردم اپیراکسه کردیم. او را هم مونده. بعد اومدیم بعدی 6 ماه 3 ماه گیپس شد. بعدی 6 ماه گذشت. بعدی 6 ماه کم کم خیست کم کم برچگس راه گشت. در دل من یک امید پیدا شد و من بودیم با رفتم به اون دکترش مراجعت کردم. گفت که بیار ای پوچش هم میکنه. ای پوچش تماما تا خورده. ای نورسوی همون کالسی استخونو تا خوردم. و ای پوچش هم برده سالی دیگه بودم 1 سال بعد اونم اپیراکسه کردم. پلاستین که موندم. همین خیلی با خیلی شکری پروردگار بعد دو چیکس کم کم راه میگشت. حوزی چی کمبودی داره؟ حوزی نمی کمبودی که به خونه بداری نمی خونه و در جای زیستی انیق نداریم. هر جا زندگی میکنی سبب در هر جا زندگی کردن مثل به خونه و در بودن برای در همی حالت میافتیم. شما اویله داره؟ نه اینی حال اویله دار نیستم. ما منزلی نداریم که مثال از سرپناه باشه که مثال زندگی خطر اویله دار شوید. این خانه خوردکه که ما میبینیم از کیست؟ این خانه از آن تقام هستن. در خانه تقایم زندگی میکنیم. 20 سال میشه و قریب که ما در همجا زندگی میکنیم. پدرش در کجاست یردم میکنه؟ پدرش از اونها با ما هیچی یردم نرسید. بعد اومدن ایمو برو سراغم نکردم. 2 سال پیش اونها گذاشتن. لیکن ای میرسی او مده هیچی بیم نکردم. نخواستم اکا و دادروش نخواستم. گفتن که شما هیچی ده حق نداری. نه زمین نه یردم کردن ده حق نداری. چه خیلی که رفتید هم خیلی زندگی کردن گیرید. هیچ دیکنه که بابا کمک کنم تو که با این مواشی نو چیز مثل بچه توبه کردن نمیتونم. همگی مو 200 سومون پیزا میگیریم. به این زندگی کردن نمیشود. تو روی فرزندی من همش قیمتم چنین در کاری من گرفتن نمیتونم. توبه کردن نمیتونم. اگر لوجش باشد کمک کنید از شما خواهش میکنم. برای فرزند خیلی غمگینم که او روز به روز معیوب شده است. سالیوی در روز این درد رو بکشد. شما چی آرزو داره؟ ما آرزو دارم که مثل اولش خیلی سلامتیم بهتر شود. مثل یک جای کاری باشه که مثل ما خودم کار کنم. زندگی خودم پیش ببرم. مثل محتاج یک اون کس نباشم. لیکن کوشش میکنم که خیلی چنه که خداوند از قضا داده باشه خیلی زندگی میکنیم. لیکن همون مثل آدمانی هستن خیلی خواه هوا خواهش میکنیم خیلی یردم کنم. مثل و یک اقلا یک سرپناه باشه که مثل زندگی کنیم. مثل زندگی خمون پیش ببریم تا که مثل ما در بدر مردم میگردیم. هم میره رفتن و اومدن و در وقت زمستانی خیلی مشکلات همین حالت ها عذاب است. شما گفتید که بیماری نورسوی کالسی داره. دکتران چی میگوین؟ دکتران میگوین که میشود توبت کردن در کار و مثال پولی کلان در کار که مثال توبت کنید. آیسته آیسته میشود میگوید مثلا داروی در کار که مثال کالسیش میسورته باشد. یعنی مبلغ کلان طلب میکنن؟ بله. ما میخواهم که با کمک همون افرادانی که خیر میکنن مثال سلامتی هم
بهتر شود و چه میکنم تا آباد خودم دوام تیم مثل حالت خودم بهتر شود. نه مادر ما خودشم معیوب است، هر ساعتی کار میرود، مثال در خونه خودم تنها میمونم، خود به خود گریه میکنم، چی میکنم که امی درد مرا مادر، امی اشک چشمی مرا مادرم نبیند و خودش میرود درمند، مثال کار میکنه شب و روز و بیاید مثال مرا بوج میکند پس میکند، مثال غمم بوجه علاقه در کلتقم پوشیدم با کسی نمیدونم بگویم برایش و برادرها به شما میگویم که مثال کمک کنین، یگان نفری باشه که مثال کمک کنن، برادرها دستگیری کنین. آرزو دارم که فرزندشون کلان شود و تکیه شود که فرزندی روز معیوب شده است. خواهش میکنم که نسبت فرزندی و به طرف نباشید و کمک رسانید. امیدواریم که نسبت سرنوشت این اوچه و بچه معیوب خیرخواهان، سخاوتمندان و عموما افرادی که دست خیر دارند بی‌طرفی ظاهر نکرده دست کمک خویش را سوی ایشان دراز خواهند کرد.